با توجه به اینکه سالگرد 47مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران داینم و همون سال دیوان روزانه در روز 22 بهمن دا ملت عزیز و قهرمان و همیشه در صحنه ایران بازآفرینی کردن و اوی انقلابه و سالگرد اوی انقلابه بازآفرینی کردن و جاره که دیگه تجدید و بیعت و پیمان گرفتن دیگه آرمان انقلابه. با توجه به این وضعیت هم لازم دارم تبریک و تهنیت بجینه همه خوشخبرات عزیز و محترم خود سراسر ولایت. امیدواریم که به اتحاد و انسجام و امنیت و توسعه و آبادانی به ولایت ان شاء الله بکوشیم و تلاش خوب کن به اینکه که امنیت همیشه بر دوام بیاد و تحت تاثیر ایادیت استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار قرار نگیریم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امسال سال خیلی پرشوری بود دیگه، همه از پیر و جوان کوچیک و بزرگ اومده بودن. واقعا حضورمون امسال با سالهای قبل خیلی فرق داشت. امسال واقعا باید یه مشت محکمی میزدیم تو دهن همه دشمنامون، علاوه بر اون سلطنت طلبا که واقعا فکر میکردن با گذشت زمان انقلابمون کمرنگ میشه، در حالی که اصلا اینطور نیست. ما باید یاد بدیم به نسل‌های بعدی، به دهه‌نودی‌هامون که چطور پشت اون همه خونی که دادیم وایسن. به قول رهبرمون ما این انقلاب رو آسون به دست نیاوردیم، با دادن خون شهیدامون این انقلاب رو نگه می‌داریم. این راهپیمایی حس خیلی خوبی بهمون داد امروز، مخصوصا اینکه پیام مستقیم و دستور مستقیم مقام معظم رهبری پشتش بود و بر حسب وظیفه‌ای که 47 سال به دوش ماست اومدیم و پای کار بودیم. مثل همه سالها مردم عزیزمون هم بودن و این مایه خوشحالی بود که با وجود این همه تهدید، این همه دست اندر کارهای بدی که بودن، امسال جنگ دیدیم، فتنه دیدیم و به تعبیر مقام معظم رهبری کودتا هم دیدیم، ولی با همه این احوال، با همه مشکلاتی که داشتیم، باز هم اومدن تو صحنه و بودن و باز هم خودشونو تونستن به اثبات برسونن و خدا رو شکر امسال به مراتب بهتر از سالهای بعد بود و یه مشت محکمی هم تو دهن سلطنت طلبا، مخالفان این نظام و مملکتمون و از همه مهمتر یه مشت محکم به دشمنان این مملکت زدن و در نهایت مرگ بر آمریکا.